دریای پنج در هر فصل سال حلق و اطوار خاصه خود را به نمایش می‌گذارد. در فصل‌های بهار و تابستان اگر بس و پرجوش و خروش بود، در تیر ماه و زمستان آرام به نظر می‌رسد، ولی وقارش دائما یکسان بود. در جای ظاهراً کم حرکت و در گردش دیگر پرتوغیان است. این هم از درجه آبشوی، پیریخ و برف و باران‌ها بود. در سایری که دریای پنج جاری است، اقلیم خاصه خود را دارد. مخصوصاً در ناحیه درواز شمیم دریا با اکوسیستم تأثیر خود را داشته. وابسته باز به سطح جایگیرشوی محل به منطقه سوبتروپیکی شامل است. از این رو در حدود ناحیه میوه‌های سیتروسی، لیمو و انجیر و انار حاصل خوب می‌دهد. با استفاده از تجربه‌های علمی و آموختن خصوصیت‌های محل، کشاورز ماهر حیدرشاه اکبر در طول چند سال اخیر توانست که از طریق تجربه در ناحیه درواز در همکاری با تشکیلات کشاورزی چندین باغ بنیاد نمایند که قبلا با نبودن منبع آبیاری همچون موضع کوهی و زمین بیکاره به حساب می‌رفت. چند دوستان قضیه 6-7 نفر دوستان قضیه ما یک جای سال اول تقریبا 3-4 سال پیش با مسئولیت این مقامات ناحیه زمین گرفتیم و خواجگی دهقانی تشکیل کردیم و بعد در هم دشت بالا، یعنی در زمین هایی که اونجا کشتی هیچ کس نمیکرد، این زمین للمی هستند و اصلا مردم اعتبار نمیده، با قول مردم حاصل اونجا حاصل گرفته نمیشد. ما در همونجا خواستیم نشان بدیم که میشد کاری کردن، میشد حاصل گرفتن. و ما سال اول همون 7 نفری که بودیم که خواجگی دهقانی بنیاد کردیم و سال اول با گندم کاری مشغول شدیم. و در خود همون سال ما 18 سنری غله گرفتیم. 18 سنری غله گرفتیم که وقتی حاصل غله در اونجا گرفته نشده است. به خاطر مردم نشان دادن. و این غله که الان که می‌بینیم این گندم‌ها که در علاهیده هستن، هر کدومش حاصل هر سال است. یعنی یک سال اون است، یک سال این است، یک سال این است، یک سال این است. وقتی می‌بینید در تقریبا در 3-4 سال حاصل هیچ کم نشده است. یعنی بیشتر شده است. یعنی ما تقریبا همون 17-18 سنری که حاصل گرفتیم، چون قبلا که در این زمین‌ها می‌گرفتن از 5-6 سنری غله زیاد نمی‌گرفتن. ما در اینجا تونستیم که 17-18 سنری غله بگیریم. بعدی که سال اول که ما این کار را کردیم، بعد مردم دیدن حاصل می‌شود، سال دیگر به جای 7 نفری که ما بودیم 45 خواجگی دهقانی رفتیم بالا و همه کوشش شروع کردن با گندم کاری. سال دیگر سال سوم با بیشتر مردم جلب شدند. یعنی یک تفکر مردم همین است که برای که مردم منا جلب بشوند باید یک کار بکنی، هم تشویق ببری هم نشان بدی. وقتی حاصل که شد مردم باور میکنن، چون که اصلا دهقان خودش همین خیلی است. دهقان تا نبیند و با دستش لمس نکند باور نمیکند. علمی نوآور حیدرشاه اکبر بعد کشت گندم در زمین للمی سال دیگر با دیگر زراعت رو آورد. در برابر هموار و برای کشت موافق باشد هم شبکه آبیاری ندارد. از این رو قرار دادم که بیشتر زراعتی به خشکی تاب‌آور پرورش نمایند. نخود بار اول کش کردیم در اونجا، بار اول نخود کش کردیم و حاصل بهترین گرفتیم. و دیگه مردم بعد از اون که نخود گرفتیم با شروع کردن سال دیگر با نخود کاریدن. و سال دیگر با این چی را زغیر کش کردیم. ولی زغیر چقدر زغیر خوب اینجا حاصلش است. زغیر کش کردیم و کنجیت هم حاصل خوبی زغیر شد، هم حاصل خوبی کنجیت گرفتیم. وقتی ما تقریبا این کنجیت روانش گرفتیم، تقریبا سال اول بود. تقریبا این کنجیت از همه رستنی‌ها رواناکیش بالاتر از 62 تا 65% انا رواناکیش است. که روان گرفتیم چقدر تازه زیبا است. این نمودش است. یک نمودش است. خوب گرفتیم. سال گذشته. این سال بیشتر کش کردیم. و حاصل خوبتر گرفتیم. حاصل خوبتر گرفتیم. فرض کنیم که ولی ببینید که فقط از یک بوته خیلی همین چی کنجید تقریبا غلافک از 100 تا 150 تا میگیرد. در ما تا 330 تا غلافک در هر یک راست بوته تا 330 تا غلافک حاصل داد و حاصل فقط یک نهالش همین است. 60 گرم دانه فقط از یک بوته‌اش گرفتیم. یعنی حاصل خوب، یعنی که یک تجربه. اینم سال گذشته، اینم بوته سال گذشته است از چی کنجید. ایناش از سال این سال هستن. این باقی مانده‌اش که زمان باقی مانده هم پایه همون حاصل این ساله
کندیت است. یعنی که وقتی مردم دیدن که این حاصل شد، سال الکی مردم آماده هستن سال به کندیش کش کنن، سال دیگر نخود کش کنن، زغیر کش کنن. یعنی مردم برای این آماده شدن. و منظور ما همین بود، تشویق مردم، جلب مردم به همین زمینایی که اصلا اطلاع نمیدادن. یعنی در زمین للمی که سالهای سال خوابیدن این حاصل گرفتن. همین کار ما در باغداری میکنیم. یعنی با در کوهها، در کوهها از طریق درختایی که به آب میشوند این کارا میکنیم. امسال با انستیتوت زراعتکاری شهرها توسعه ما کار کردیم دیگر. این سال گذشته ما خودمون با تاریخ برای تجربه کردیم. یکی امسال البته با اون قطعی کار کردیم و حاصل خوب گرفتیم. و وقتی که ما این کار ما امسال رو دیدن گفتن برای شما امسال بسنده است. یعنی حاصلی که شما امسال گرفتید بسنده است. چرا برای سال آینده با بیشتر تجربه حاصل میشه. از بس که کشت زراعت در زمینهای غیر کشاورزی صورت می‌گرفت، نه همه باور داشتند که نتیجه خوب به دست می‌آید، ولی همگی در مدت 3-4 سال اخیر در ناحیه درواز اهالی برای بنیاد باغ و استحصال محصولات در موضع‌های للمی هوسمند گردیدند. دور نمی‌رویم. در شفت مرکزی ناحیه موضع دشت بالا جایگیر است که تقریباً 1300 گکتار زمین للمی دارد و در کنارش دهه لیج جایگیر است. آموزگار فن بیولوژیا مروت شاه رحمتشاه بعد به نفقه برآمدن با توصیه عالم نوآور حیدرشاه اکبر باغی را بنیاد کرد که قبلا همدهگان این جای را جری نام می‌بردند. ما این باغ سال 2010 آباد کردیم. اصلا تجربه چون که منظری نشیبه که ما این باغ بنیاد کردیم همه خیلی باغ نبود. به مقصد این که هم نقطه نظری اقتصادی منفعت میده، هم از نقطه نظری اکولوژی برای خاکشو نشدن زمین همه باغ بنیاد کردیم. و حاضر همه باغ بنیاد کرده ما در حاصل خواجگیمون قریب که با کار تامین میکنه از نقطه نظر اقتصادی خیلی هم فایده داره. درآمد خواجگیمون بیشتر از همین باغ. اکنون همدهگان موضع جری را با احترام باغ مروت شاه نام میبرند و از حاصلش اهل روستا بهره‌ورند. باید هر کس در دوام حیاتش یک آبادکاری، یک کاری که به منفعت مردم باشه کردنش در کار است. در همین باغ ما زیاده از 20 نمود نهال‌های گوناگون موجود هستند. هم میوه دهنده، هم سایه افکن و هم برای ساختمان چوب سفیدار هست. از سیب و ناک و انگور و قریب که تمام میوه هایی که در تاجیکستان میرویند در همین باغ موجود هستند، حاصل میدن. از جمله چهارمغزهای محلی داریم. چهارمغزهایی که قطپس هستند اونا هستند که اونا حاصل دلخواه داده میتونن. از بس که دهه موضع از همه بلند ناحیه درواز با بلندی قریب 1800 متر از سطح بحر معین کرده شده است. در ادامه برای تجربه پرورش درختان سیتروسی را براه ماندند. این منطقه ما منطقه بلندکوه حساب می شود، چون که از سطح بحر در بلندی 1750 متر بلندی جایگیر است و بسیار رسانه‌هایی هستند که رسانه‌های سیتروسی هستند تا در همین بلندی هم حاصل میدن. اون از جمله انار است، انجیر است. آینده باز اگر در 2 گکتار دیگر باغ بنیاد کنید بیشتر کدام نوع درخت رو پرورش می‌کردید؟ باغی که امروز ما بنیاد کردیم در 2 گکتار است و باز همه خیلی زمین‌های بیکار خوابیده، هم از پایان است، هم از قسم چپ، هم از قسم راست، همه خیلی زمین‌های بیکار خوابیده بسیارن که اینا یگان وقت هم استفاده برای نیستن. اگر اینا را اگر همه آب کفایگی میکرد امکاناتی تا 4-5 گکتار زیاد کردن همین باغ ممکنه. از جمله در اینجا اکثریت نمود رسانه‌های میوه دهنده، دانکدار، زردآلو را ترقی دادن ممکن است، چون که زردآلو نسبتاً به آب کم طلب است. اینچنین توت
توت زیاد کردن ممکن است، چون که توت هم با تاباور است، هم زمین از مستحکم نگه می‌داره با واسطه ریشاش. خاک همین موضع هم سرسنگ هست و هم خاک سفید خاک است، یعنی که مواد غذاییش خیلی کم است. در مورد پرورش همین درختان چگونه باز خاک‌های غذایی استفاده بود؟ راستی گپ خیلی که معلومه این نشیبی است. ماده‌های غذایی از بالا به پایان وقتی که آب در نتیجه برف و باران پایان میروند و خاک غذانوکیش کم میشه. برای همینم ما بیشتر از پاروهای محلی استفاده میبریم. در اطراف همین حالا چقری کنده پاروهای محلی را میاندازیم. غیر از پاروهای محلی اینچنین نوریهای مینرالی از قبیل کربامید، اموفوس، سوپر فسفات، نمک های کلیگی، اینا را کم و بیش استفاده میبریم، چون که خاک از ماده های مینرالی نهایت کمبغل است. برای همینم حتما برای اون که حاصل خوبتر بشه و سبزیش نهالها بیشتر سبزیش کنه خوبتر انکشاف بیاون، برای من همون نوری های مینرالی استفاده شون شرط و ضروره. омӯзгори фани биология мурувватшор раҳматшоев баъди омӯзиши хосияти хоки ҳудуди боғ истифодаи нуриҳои минералиро тариқи реҷа роҳандозӣ намуд. ҳоло ин боғи дилкушоро дида аксар сокинони ноҳияи Дарвоз ба хулосае омаданд ки дар чунин кӯҳпораҳо боғ бунёд намудан имконпазир аст. ҳамин боғи бунёдкардагии мо баъзи ҷойҳош зиёда аз 60 градус ташкил мекунанд ки рости гап راهگردی مشکلی در همین نقطه نظری نشیبی است. غیر از این امکانات میده که باز این از زیادتر بکنیم اگر آب کفایگی بکنه تا 3-4 گکتر دیگه زیاد کردنش ممکنه. بعد سالهایی که ما جوانتر بودیم همین تل تپه ها سبز خورم بودن، ارچزار بود. رفته با تاثیر من همون انسان بریدن همین درخت‌ها را. برای اینا برقرار کردن و فکرم سالهای زیاد باز در کار. ҳа воқеан боғи навбунёди деҳаи жак дар ҳамин гуна шароити табиӣ ки ҳама сангзор буд бунёд карда шудааст. аҳли оилаи Абдурозиқовҳо аввал дар кӯҳ роҳ сохтанд, баъд мавзеъеро интихоб карданд, дар ҷустуҷӯи манбаи об шуданд, ҷое ки ҳатто таркиби хокаш ҳама сангу сангреза дошту аҳён буттаҳо дар фасли баҳор месабзиданд. боғҳое ки мо дар ин минтақа обод карда будем 5-6 сол пеш мисли ҳамин заминҳо холӣ буданд, ягон алаф намешуд, бекор хобида буданд. ва мо тавассути обод кардан мо боғҳоро ба чунин дараҷа расондем. хеле ҳама сангзор буданд. барои таҷриба дар боғи аввал меваҳои гуногун шинонданд, кадомаш дар чунин иқлим тобовар бошад. азбаски парвариши дарахтон аз рӯи тавсияи илмӣ сурат мегирифт. ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳанда се беш аз 6 намуд, анҷиру анор, ног ва зардолӯи чормағз ҳосили хуб медиҳанд. баъди таҷриба аҳли оила қарор доданд ки дар шафати боғи якум боз як боғи дигар бунёд кунанд. боғу тогдорӣ дар ҷумҳурии азизи меҳрубони мо ба ҳукми анъана омадааст ва мо ҳам тасмим гирифтем ки дар заминҳои бекорхобидаи минтақаи худ як боғи бунёд намоем. дар ду мавзеъ 2 боғ бунёд намудем.
و کوشش کردیم که در یک باغ میوه‌های محلی خود از ناحیه را ترقی دهیم و در دیگر باغ دیگری میوه‌هایی که با اقلیم ما مطابق هستند. انا حاضر باغی که می‌بینیم در این باغ اساساً میوه‌های محلی، انار محلی، انجیر محلی، خرمای محلی شنوندیم. از مسافه دور آب آوردیم. توسط پایه‌های آهنی و سنتورها گرد باغ را محکم نمودیم و حاضر باغ با حاصل درآمده است و برای ما فایده آورده ایستاده است. در زمین در بین قطارهای درختان ما یونچقه کاریدیم و اینچنین گندم هم کشت میکنیم. گندم انا زمینایی که حاضر گندم است الکی حاصلش گرفتیم و در تابستان وی رو کشت کردیم و برای کشت تیر ماهی آماده ساختیم. میوه هایی که ما میگیریم اصلا در بازار داخلی و اینچنین بیرون از ناحیه هم برده میشوند. خریدارا بسیار هستند، آماده میگیرند. موضعی که میبینیم انجیر باغ است و انجیر محلی است. از بس که موضع کوهپاره است، همه رجای استفاده آب از روی تکنولوژی براه مانده شده است. برای بنیادی شبکه آبیاری باشد، اهل عائله چند سال زحمت کشیدند. در موضعی که ما باغ بنیاد کردیم آب نبود، زمین های للمی بودند و ما تصمیم گرفتیم که به اینجا آب بیاریم و آب در این طرف نبود و آب رو از دره دیگری توسط سنتور آوردیم. درازی سنتور زیاده از 1 کیلومتر است و ما با مهنت زیاد این آب رو آوردیم. آب وزن آب زیاده از 2 تن رو تشکیل میدهد، در هوا ایستاده است. باز از نقطه دیگری جون از دره دیگری آب آوردیم در مسافه زیاده از 3 کیلومتر و آب از بالا آمده پایان میفروید. در مسافه 300 متر دریا را باز میگذرد، در مسافه 200 متر با بالا آمده با باغ دیگری حرکت میکند. وقتی کشیدن آب قبرها قوت نکردند، قبر 16 اتمسفر بود، قبرها کفیدند و باز قبور رو عوض کرده قبوری 30 اتمسفر محکم کردیم. قبوری 30 اتمسفر محکم کردیم، آب بالا برآمد. در سالهای دیگر پیوندها ویران شدند و باز پیوندها رو ما آهنی کردیم و حاضر آب آماده ایستاده است و آب برای باغ ما بسنده است. در حدود باغ‌های نوبنیاد چراگاه‌های ساکنان دهه ژک واقع گردیده است که در آنجا هم پرورش درختان را به راه ماندند. این هم یک تجربه است، تجربه که هم چارواداری و هم باغداری، هم درخت بشونند و این اصول خطی هم چاروا هم چراگاه استفاده بشود. ارزش همین سیمتوری که الان برای نگه داشتن همین درخت آماده کردن 65 سوم است، ولی با این اصول دیگر هم چهارمغز حمایه می شود، بزرگ می شود، هم باغ می شود. ببینید در این علاقه بزرگ شده است، دیگر از خوف و خطر ایمن است. دیگر با یک سیمتور ساده این پیچیدن و سیمتور بزرگ گرفتن، علاقه این وقتی حاصلش است. در باغ‌های نوبنیاد دهه ژک که عائله عبدالرازق‌فا در کوهپاره‌های مطلق بنیاد کردند، بسیار نظریه‌های علمی در عمل تطبیق کرده شدند که بسا تجربه مفید می‌باشد. بنیاد این باغ نشانه اون دلیل اون است که در شرایط کوهستان می‌شود که این گونه زمین‌ها را آبیاری کرد، باغ کرد، استفاده کرد و از این گونه میدان‌ها کم نیستند.
یعنی زمین‌های زیادی هستن که با این اصول ما میتونیم که اونها را آباد کنیم و استفاده کنیم. تقریبا با حساب ما فقط در یک قسمت پایانه‌ای که در لب دریا و قسمتی هم سابتراپیکی است، اصلا ما تقریبا 7000 گیتار میدانی هست که با همین اصول میتونیم که باغ بنیاد کنیم. یعنی با آوردن تکنولوژی جدید، با استفاده از این تجربه که بنیانگذار این باغ یعنی عبدالولی شاه مهندس این کار کرده است، میتونن همین آبادی رو کرد. تجربه علمی نوآور اکبرشاه حیدر با دیگر کشاورزان در ناحیه درواز ثابت نمود که در شرایط کوهستان مخصوصاً پسخمی‌ها را به منفعت استفاده بردن امکان پذیر میباشد. ببینید یک مکتب تجربه است. زمینایی که بسیار سخت هستند و کماب هستند و از کشتی غذا کشاورزی بیرون هستند، میتونن که یک باغ زیبای بنیاد کرد. الحال او نیت دارد که برای برقرارسازی جنگلزاران که مساحت آن در ناحیه در 60 سال اخیر به مراتب کم گردیده است، درختان میوه دهنده سبزانند. محلب است. این محلب حالا در دهه زغر ما الکی این محلب میشنانند. این اصلا آب طلب نمیکند. آب درخت بزرگ است، آب طلب نمیکند. وقتی که در این گیلاس پیوند میکنیم، بهترین حاصل گیلاس میشود. با آب محتاج نداره دیگر. یعنی ما میتونیم کوه ها را هم حاصل بگیریم، هم کبوتزار کنیم. در موضوع این باد هوا آب زیاد کردن، چون هر وقتی که درختزار میشود آب هم پیدا میشود از ریشه‌اش. هر جایی که درختزار است آب پیدا میشود. برای خاطر ما با این واسطه میتونیم همین کوه ها را، یعنی که هم میوه های، یعنی که درخت‌های میوه دهنده رو چی کنیم بنیاد کنیم، هم برای آباد کردن نگه داشتن یعنی طبیعت این یک محیط است. محض محیط جنگلزار در کوهستان برای نگهداری حالت پیریخ‌ها منبع غذا را فراهم آورده برای سیراب گردیدن آب چشمه‌ها مساعدت می‌نماید. تا سال 60 ما همه این کوهستان همش پر بود. انگوری وحشی داشت، انگور خضروی داشت، انگور، انجیر، انار. داخل درواز اگر بگیریم انگور، انجیر، انار، بادام، پیسته و دیگر نمود درختان کاملا این پوشوندگی به این کوهستان است. وقتی ما در کوهستان میرفتیم این راه گشته نمیتونستیم. این جنگل بود. انا از سال 60 شروع کرده، 60 سال گذشته است. الکی این کوه ها رو که میبینید کاملا برهنه شدن دیگر. چشمه ها گم شدن. دریاها، دریای خوباب در پهلوی ماست. وقتی ما روز حساب کردیم از روی حجت ها حساب کردیم از سال 80 موافق حجت ها 50% آب دریای خوباب کم شده است. یعنی این همون، یعنی که اساسش همونه که از بین رفتن جنگل ها و این کبوتی ها و این رسنی ها چی ارتباط دارد؟ فرض کنیم که این موضوع جنگل با باران. این نظر علمیش همین است. وقتی که از اقیانوس ابر میاد، یعنی حرکت میکند، از ابر با او آبش حرکت میکند، اگر در جایی که اگر درختزار و جنگلزار باشد، اون ابر بارانش و برفش کشیده میگیرد اون جنگل. اگر جنگل نباشد، همون باران با همون ابر با بارانش گذشته میرود دیگر. با مقصد استفاده با ثمر زمین‌های للمی مخصوصاً در موضع دشت بالا کشاورزان کشت چند نامگوی زراعت کنجد و نسک و نخود را به راه ماندند. در دستور همون پرورش کنجد هست میگه از 100 تا 150 غلافک در هر یک چی هست حاصل میده. بوتا این تزریق در همین 330 تا بوتا چی هست؟ ما حساب 330 تا حاصل غلافک هست. ولی خود معلوم میشد حاصل ناکیت اون نگاه نکرده با اون که ما تقریبا تکنولوژی رو خریدار نکردیم. یکم حاصل گرفتن میکنیم. این برکت داره، یعنی که امکان است که این کار ما اوجیم آینده در زمینایی که فرض کنیم که چی هستن لازمی هستن این کار. به هر حال من رشدی همی. بله. یعنی که امکان است که زراعت در شرایط درواز پیش بردن ممکن است.
ҳамчунин кишоварзи моҳир акбаршоҳи ҳайдар дар қитъаи назди ҳавлиягиаш номгӯи зиёди дарахтони анору анҷирро аз қаламча сабзонида ба буғдорон ройгон пешниҳод менамояд. این انجیر است که در دروز نیست. از بار اول ما 3 سالش آوردیم. این ما از دوشنبه آوردیم، درخت پیدا کردیم، جامدیم بسیار. بعد اون درختی که پارچین در اون طرفای قربانتیپا و اونجا میشد، وقتی به دروازه میاد اینجا نمای دیگر میآورد، لذتش دیگر میشود، چرا که درواز وطنی انجیر است، اساسا منطقه وطنی انجیر است. چون که زمستان آزاد اینجا خشن نگاه میدارد و دیگر جا ممکن است سرما جنند. این فرض که میبینم با پارس 3 سال پیش آوردیم اینجا دیدیم خوب شد. بعد همو برادرها دعوت کردیم، میوهش نشون دادیم، گفتیم این است، چشید خوب است. بعد درخت دادیم که برای باید الکی ما در چند دهه الکی ما این پهن کردیم و امید است که آینده همه دهه ها رو با همین قطع تامین کنیم. یکی از مسائل مهم در کوهستان استحصال شیر برای کم خرج بوده که الحال نتیجهش امیدوار کننده می باشد. اگر ما از حساب مال میده حساب بزهایی که مخصوصی برای شیر هستن، برای استحصال شیر، اگر اونها رو بگیریم برای این منطقه تامین کنیم، این بهترین راه حل موضوع تامین شیر است. دیگر تشکیلات‌های کشاورزی در ناحیه دروز با استفاده از علم و ذخیره‌های موجوده توانستند که در دوام 3 سال اخیر محصولات را از حساب زمین‌های للمی زیاد نمایند. در همکاری با شخصانی که بسیار تجربه خوب دارند و بسیار اندیشمندند، در همکاری با آنها و با انستیتوهای علمی که هم در شهر خورق و هم در سطح جمهوری یعنی اکادمی علمای کشاورزی هستند، با آنها کار کرده استیم که تو زیرات‌هایی که تا این دوره در ناحیه کش نمیشتن از آنها استفاده بریم. گرچند که ما تجربه کافی نداشتیم، حاصل خوب روی آوردیم و امید است که ما من بعد هم از کمبودیایی که فرض کنیم در سال یکمی پرورش همین زراعت‌ها شد، ما خلاصه برآوری کنیم، کشت همین زراعت‌ها را در اساس تکنولوژی‌های نو و تجربه‌های نو برآورده مانیم و حاصل بهترین را به دست آوریم. واقعا هم در شرایط کوهستان ذخیره‌های استفاده نشده خیلی زیادند. در موضع‌های زمین للمی و میدان‌های نسبتاً هموار کوهپاره‌ها بنیاد باغ‌ها از 2 تا 4 گکتار الحال در ناحیه تجربه مفید بوده. سال تا سال چنین میدان‌ها در ناحیه زیاد می‌گردد. از جانب دیگر تجربه مذکور باعث آموزش و مورد استفاده است. از این رو کشاورزان صاحب تجربه در ناحیه درواز تصمیم گرفتند که برای برقرار کردن مساحت جنگلزار با بنیاد درختان، باغ‌ها در زمین‌های بیکار خوابیده کوهپاره‌ها و پرورش زراعت به خشکی تاب‌آور در تامین امنیتی عضوخواری سهم گذارند. الحال باغداران صاحب تجربه دهه لیج میخواهند که تجربه معمولی را که قبلا زراعت پالیزی میرانیدند دوباره رواج دهند. این اون زمینی است که ما گفتیم که بیشتر 1350 گیسر زمین است و اصلا اگر بگیریم از سال 1959 بار اول شروع کردن برای آب آوردن به اینجا، ولی در یک این ساختمان بازمان و از همون وقت سر که تا امروز این موضوع حتی در زمان شوروی هم این موضوع آبیاری هر سال گذاشته میشد ولی هیچ راه حل نشد. ما سال 89 هم یک تجربه گذاشتیم در همین جذبات که موضوع آب که حل نشد، گفتیم پس کار دیگر میکنیم، بعد یک درختای پیدا بکنیم که به آب اونا حاصل بگیرن. و ما یک متخصص در دوشنبه پیدا کردیم، نهال شنوندیم، پامیدار شنوندیم، پالیزی شنوندیم و در یک مدت کوتاه همه اونا زنده شدن، یعنی که درخت‌ها چسبیدن، حاصل پامیدار شد، حاصل تربوز شد، حاصل خربوزه شد. لایحه آبیاری دشت بالا که بنیاد شبکه آبیاری را از مسافت 14 کیلومتر پیش بینی نموده است، از جانب متخصصان ساحه تهیه گردیده طبق نقشه از حساب مبلغ‌های بودجه دولتی تطبیق می شود. عملی گردیدن آبیاری دشت بالا در ناحیه درواز که مساحت 1300 گکتار را در بر میگیرد برای رشد اقتصادی اجتماعی ناحیه نگرانیده شده. از این حساب استحصال محصولات در ناحیه زیاد می گردد.